همونطور که از کپشن این ویدیو متوجه شدی، یه سری لوازم آرایش جدید رو با هم دیگه آنباکسینگ میکنیم و تستشون میکنیم و همینطور توی میکاپ یه سری نکته های 2025 جدید میکاپ هم به یاد میدم. پس تا آخر ویدیو همراه من باش. سلام بچهای یوتیوب، چطورین؟ امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. این بگ یه سری لوازم آرایش جدیدی هستش که خیلی تازگی‌ها ترند شدن. با هم دیگه ببینیم که واقعا این محصولات خوبه یا بده. قربونت برم من. توی این مدت خیلی لوازم آرایش جدید تست کردم و همینطور خریدم که فکر میکنم که توی یوتیوبم به شماها نشون ندادم. اولیش این گلو رسپی هستش و باعث میشه که آرایش روی پوستتون و کرم پودر روی پوستتون خیلی بهتر بخوابه. البته که توی این ویدیو قراره که یک سری نکته های آرایشی هم بهتون بگم. نکته که باید رعایت کنید واسه یک میکاپ خیلی خوب این هستش که حسابی پوستتون رو آبرسانی کنید، مرطوب کننده بزنید، سرم بزنید. این میکاپ از سرم گلو رسپی استفاده کردم، از مرطوب کننده امبرولیس که اینو همه میکاپ آرتیستا میزنن چون مرطوب کنندگیش خیلی بالاست. شماهایی که توی ایران زندگی میکنید خیلی 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 زیاد گزینه خوبیه. مرحله بعد از اینکه محصولات جدید داریم میخوام تست کنم این هستش که خیلی داره تازگی ترند میشه که زیر میکاپ میزننش، یه حالت گلویی به پوست میده و باعث میشه که پوستتون از اون مات بودن در بیاد و کلن واسه زیر فاندیشن استفاده میشه، زیر کرم پودر. من اینو زدمش، میبینید فرق خیلی کوچولو و خیلی ریز به پوست میده که ولی خیلی طبیعی هستش. رو دستام هم هستش، بامزه است. یه کار مثلا یه پوستتون رو صاف و یک دست رو خیلی بامزه میکنه. حالا بازم بیشتر ازش استفاده میکنم ببینم که چجوری هستش. محصول بعدی که میخوایم با هم دیگه تستش کنیم که به عنوان پرایمر استفاده کنیم دونه ویتامین سی از برند بادی شاپ هسته. یکی از دوستام اومده بود دبی، رفتیم با هم دیگه تستش کردیم و جفتمون خیلی ازش خوشمون اومد. به نظرم این هم ویتامین سی هستش و هم پرایمر واسه یه پوسته و باعث میشه که ویتامین سی کلا واسه همه پوستا خیلی مناسبه و حتما باید زده بشه. به خاطر همین منم رفتم حالا اینو خریدم که هم حالت پرایمر باشه، بتونم زیر فاندیشنش استفاده کنم و هم این که ویتامین سی باشه برام. این شکلی که یه کوچولو پوستتون رو مات میکنه و ماندگاری میکاپتون رو بالا میبره. قبل از اینکه کلا میکاپمو شروع کنم یه دونه این بالم لبم پیدا کردم از برند سیگما هستش فکر میکنم. آره از برند سیگماست که اینو میزنم قبل از که بخوام رژ لب بزنم لبم حسابی نرم شده باشه. این ژل ابرو از برند آناستازیاست که بزن زومش کنم براتون. امیدوارم که خیلی خوب باشه وگرنه ناراحت میشم. من این کوچولوشو کلا برمیدارم میزنم روی سرش، صورت یک نواخت باشه. بیام جلو که تفاوت این ابرو و این ابرومو کاملا ببینید. چه نفر واقعا پشت اون دوربین بود و اینجوری زوم میکرد واسه من. الان اینو کشیدم و دست زدم. الان این دوباره به صورت برعکس اینجوری پیش میرم قشنگ همه جاش ژل بخوره و بعد به صورت بالا کلا اول براشش میکنم. براشم همینجوری میچرخونم که بازم اگه مواد چیز جای دیگهش هست حتما بره تو خورده ابرو. همزمان دست میکشم روش چون خیلی باعث میشه که بهتر بچسبه و همینطور ساعتها بیشتر بمونه. من بالاهاشو میخوابونم. فعلا از این ژله که خیلی خوشم اومد و فعلا خرید خوبی بودش. میریم سراغ مرحله بعد دیگه، بریم سراغ فاندیشن. به نظرم هنوز همین فاندیشن برند مکو دارم ولی خیلی واسم سنگینه و دوست دارم که سبکترش کنم. حالا من چه مدلی سبکترش میکنم؟ اونم این که یه دونه از اینا دارم میریزم روی این و بعد از این سرم گلو رسپی میریزم بازم روش یک کوچولو. سعی میکنم که مقدارش کمتر از کرم پودرم باشه. با یه دونه براش تخت میکسش میکنم با هم حسابی و همینطوری که هم زیادتر اینجوری میکسش میکنم که یکم کرم پودرم گرم بشه به اصطلاح، چون که حالا روی پوست دستم نیست. میذارم روی پوستم
یک نکته دیگه، اگه دوست دارین که میکاپتون خیلی قشنگ باشه، به هیچ عنوان نباید خسیس بازی در بیارید و باید همه چیزو حسابی یه مقدار خوب بزنید، نه که یک مقدار کم بخواید بزنید. حتما باید همه چیز اندازه خوبی داشته باشه که هم کاور خیلی بهتر بهتون بده، آرایشتون قشنگتر میشه واقعا. براشم هم از برند ایوا گاردن هستش که یه برند ایتالیایی، شماره 24. از اون میرم سراغ اسفنجم و یه کوچولو تپ 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 میزنم. به هیچ عنوان نمیکشم روی پوستم، چون که باعث میشه که کرم پودرتون بماسه یا اینکه یه حالت بد داشته باشه. کل تمامی محصولاتی که استفاده میکنید و همش تپ 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 باید این شکلی بزنید. وقتی که پوستتون رو کاملا یک دست کردین، میریم سراغ کانسیلر. نکته های خیلی جدیدی که واسه کانسیلر هستش این هستش که شما نباید کانسیلر رو خیلی به چشم نزدیک کنید. دوباره واسه این قسمت هم میدونه کانسیلر جدید داریم، از برند ماریو خریدمش. این سری توی سفورا من خیلی همه چیز رو تست کردم و از تکسچر این کانسیلر خیلی خوشم اومد. میخواد یک کانسیلر داشته باشم که عین حال سبک باشه زیر چشمم، چون که من زیر چشمم خیلی نازکه و خیلی زود چروک میفته. کانسیلرمو و به شما نشون بدم، اینجا میزنم، یه مقدار اینجا میزنم و یک مقدارم اینجا میزنم. بهتر که یه آینه کوچیک من بگیرم دستم، با فاصله از خیلی زیر چشم بزنید و همینطور یه کانسیلر انتخاب کنید که همرنگ تقریبا پوست خودتون باشه، نه خیلی سفیدتر. نکته بعدی این هستش که حتما هولوهوش 1 دقیقه بهش اجازه بدین که همین شکل زیر چشمتون بمونه. ابروهامو خیلی خشک فعلا هنوز نکرده، ولی خب ثابت فعلا نگه داشته. ببینیم که چه جوری است. اول از پایین شروع میکنم. میبینید اول از این پایین شروع کردم، فعلا هنوز بالا نمیرم. خب میبینید اول پاییناشو حساب بلند میکنم، همش هم تپ 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 و اصلا دستمو نمیکشم. من دلم نمیخوادش که همین که حالا زیاد کانسیلر داره رو بکشم بالا. اول کوچولو اینا رو اینجا یکم خالی میکنم. میبینید چقدر زیاد توش کانسیلر هست، همین باعث میشه که زیر چشمتون چروک بیفته. خب میرم بالاتر یکم، حالا که اینجوری کمتر شد. فکر میکنم خیلی کانسیلر رو دوست دارم. من دوباره اینا رو که بلند کردم دوباره میذارم قشنگ چند دقیقه بمونه، بقیه کارامو انجام میدم و بعد دوباره برمیگردم سراغ زیر چشمم. خیلی دوست دارم که همین کانتورمو به پشت پلکم بزنم، که دوست ندارم کلا خیلی پشت پلک من سفید باشه و دوست دارم که یک حاله کلا از همه‌ش رو داشته باشه. به خاطر همین میزنم که فقط یکم پشت پلکم یک دست باشه. تا توی این مرحله هستیم، تمامی چیزهای کرمی رو که دارید باید استفاده کنید. مرحله بعد میرم سراغ رژگونه کرمی. کرمیم که دوباره اینم میدونه رژگونه جدید هستش که من قبلش رو ری بیوتی داشتم که اون که فوق العاده بود، ولی این موقع که رفتم دوباره این سری تستشون کنم این رنگش خیلی روشن‌تر بود و چهره‌مو خیلی شاداب‌تر کرده بود. پس به خاطر همین اینو خریدم، این سری که با هم دیگه تستش کنیم. و همینطور یه دونه رنگ بیبی پینک هستش و یکی از رنگ‌های جدیدش هم بود، چون که قبلا هم این رژگونه ها رو داشت ولی یه 4 تا رنگ جدید زده بود که این رنگش هم خیلی کلاً ترند شده. من اینو دقیقاً بالای گونم میزنم و دقیقاً بالای جایی که برنزرمو زدم. یه کوچولو مثلا اینجاها رو میزنم. چون که خیلی آرایش‌های زیاده ترند شده که رژگونه رو تا زیر چشم میارن. من یه کوچولو جاهایی که دوست داشتم که همه جا با هم دیگه هارمونی باشه رو زدم و همینطور یه کوچولو زیر پشت پلکم هم میزنم. پشت پلکم هم فقط قسمت وسطش رو میزنم. توی سفورا که بودم با انگشت زدم و احساس کردم که الان بیشتر دوستش دارم با انگشت. با براش هم دوست نداشتم، ولی براش هم مناسب این نیست. با دست میزنم. آره. بافتش خیلی قشنگ‌تر میشه. از این نقطه دقیقاً وسط چشمتون به این طرف باشه و جلوتر نیاد.
ریمل دارم از برند لوریل که البته اینو واسه من فرستادن. یه دونه اینجا فروشگاه هست مثل همون سفوراست، لتویل اسمشه فکر میکنم اسم فروشگاهشون. من واسه این که دوباره پوستم رو یکم گلوی تر کنم و بتونم یکم پوست شفافتر داشته باشم، پکیجینگش خیلی بده، کلا همه چیش در میاد. براش برمیدارم میزنم روش اینجوری، دقیقاً میزنم جایی که رژ گونه‌مو زدم، یعنی دقیقاً بالای گونه، و خیلی رنگ خوشگلی میداد. کلا چند مدت دارم این شکلی استفاده میکنم، دوستش دارم، خیلی خوشگل میشه. یک تغییر نامحسوس خیلی ریز میده و همینطور یک براقیت خیلی خوشگل. توی این مرحله میریم سراغ این که هر چیزی که الان زدیم و خشکش کنیم. اینه که تازه گرفته بودم از برند جیونچی، پودر فیکسشه که 4 تا رنگ میاد که اینا وقتی که 4 تا رنگش شما میریزین توی سرش و میخواین استفاده کنین همش با همدیگه میکس میشه و یک رنگ طبیعی خیلی خوشگل میده. حتما از پاف خودش استفاده کنین. پافمو میزنم داخله که برداشتم یک مقدارشو میزنم پشت دستم، اضافه هاشو میگیرم، فقط همین نکته پرس میکنم. خب من برگشتم، آرایش چشممو انجام دادم. اگه دوستش داشتین میکاپمو برام همین الان کامنت بذارین که بازم تکنیک های واسه رژ لب زدنم بهتون یاد بدم و همینطور آرایش چشممو. این کوچولوی خطی کشیدم و حالت محوش میکنم. این بلاشه میزنیم و کار رو با یه لیپ تینت از برند رود تموم میکنم. خیلی لیپ تینت خوشگلیه و من خیلی این برند رو دوستش دارم. کلا شبیه آینه میشه لبتون و خیلی خوشگله. مال من رنگ ریبون. همین دیگه. اگر از این ویدیو خوشت اومد لطفا لایکش کن و همینطور واسه من کامنت بذار و اگر بازم دوست داشتی که تکنیک های بیشتر میکاپ رو یاد بگیری چنلمو سابسکرایب کن. بوس بهت. بای بای.